وقتی عاشق شدی، وقتی یکی رو دوست داری از صمیم قلب، اخلاقش بهت میخوره. تو دنیای امروز چقدر سخته یه آدم پیدا کنی که اخلاقش به شما بخوره. هیچ رنگ پوست، دین، مذهب، از کدوم شهر و از کدوم کشور اصلا مطرح نیست، فقط عشق. بعد ببین چه زندگی میشه. خیلی مهمه ها. فقط اینو به شما عرض بکنم، اگر خوب دقت کنید، اگر عشق باشد، خوب دقت کنید، اگر عشق باشد، نه فاصله سنی، نه فاصله طبقاتی، نه اختلاف فرهنگی، نه فاصله تحصیلی، به هیچ عنوان نمیتواند در عظمت این عشق اثر بگذارد. اگر عشق ببینید چه زمانی عشقه، زمانی که احساس کنی خالص و بیریا و بدور از شک و ریب و تردید با خودت محاسبه کردی که هیچ چیز را از این پسر یا از این دختر پنهان نکردی، با تمام شرایط میخوایش. ببینید نکته سوم، اخلاقشو همین جور که هست میخوای.